سال 1911 یک قطار در ایتالیا با 300 مسافر به سمت روم حرکت کرد. اما هیچ وقت به مقصد نرسید. شاهدان گفتند قطار وارد یک تونل شد، ولی هرگز از انتهای تونل بیرون نیامد. تیم‌های جستجو تونل رو بررسی کردند، اما هیچ اثری از قطار یا مسافرها پیدا نشد. چند سال بعد گزارش‌های عجیب منتشر شد. آدم‌هایی با لباس‌های قدیمی در شهرهای مختلف دنیا دیده شدند. آنها ادعا کردند مسافران همان قطار گم شده هستند. بعضی‌ها میگن قطار وارد یک دریچه زمانی شد. بعضی‌های دیگه هم میگن یک راز بزرگ حکومتی پشت این ماجراست. تا امروز هیچ مدرکی از آن قطار پیدا نشده. شما چی فکر میکنید؟ یه سفر در زمان واقعی یا فقط یک افسانه؟ رفرنس های معتبر این داستان رو میتونید تو قسمت نظرات پیدا کنید. برای شنیدن داستان های عجیب و جدید لطفاً پیج ما را فالو کنید.